طرز پختن مربا از زردآلوی یکلخت. زردآلو با هر اصولی که برای شما قلای است دانکش را برارید. بعدا دانکش را شکسته دوباره داخل زردآلو کنید. بعد این ما قیام میپزیم. برای یک کاسه زردآلو یک کاسه شکر میگیریم و برای یک کاسه شکر نیم کاسه آب و شربت را روی حرارت میگذاریم و نیم ساعت میجوشانیم تا به قیام بیاید. بعدا زردآلوها را داخل قیام میکنیم. همین که به جوش در آمد آتش را خاموش میکنیم و 12 ساعت مربا را نگاه میداریم. بعد 12 ساعت مربا را روی حرارت میگذاریم و همگی 2 دقیقه بعد جوش آمدنش میجوشانیم و باز آتش را خاموش میکنیم و باز 12 ساعت دیگر نگاه میداریم. بعد آن 2 دقیقه دیگر میجوشانیم و مربای ما آماده است. آن را به ظرف‌های شیشگی میگیریم و محکم میکنیم. باز یک ذخیره آماده شد.